توی یک چیزهای خیلی کوچک اما حقیقی تر با خودت بتونی ملاقاتی داشته باشی. گرچه که ملاقات انسان با خودش خیلی سخته توی این روزگار و این قرن، احتمالاً به خاطر خیلی دلایل، یکیش تکنولوژی، چون همه چیز داره تو رو از تنها بودن با خودت باز می‌داره. همه این پدیده ها باعث میشن که ما از خودمون فاصله بگیریم. ما هرچی بیشتر خودمون رو بشناسیم، اعتماد به نفسمون بیشتر میره بالا. هرچی با خودمون آشناتر بشیم، بهتر میتونیم کارایی رو انجام بدیم. بضاعت و پتانسیل خودمون رو بیشتر پیدا میکنیم. میفهمیم چی کاره ایم. ما نمیدونیم چی کاره ایم. ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. تنهایی همه چیزایی که میخوای به تو میده. به همین دلیل ممکنه تمام این دیدارها و ملاقات‌های ما با خیشتن مخدوش و ناممکن باشه، به خاطر حضور ما در این عصر. اما اگر این اتفاق بیفته، زهی جای سعادت. تنهایی به نظر من خیلی کرامت بزرگیه. تمام این بضاعت، تمام این گسترش‌ها در تنهایی تو به دست میاد. اینکه فرصتی میذاری برای خودت که مطالعه کنی، خودت رو گسترش بدی، آره خیلی مهمه.